رئیس ناحیه فیض‌آباد چندین نفرها با مکافات‌ها سپاسنامه قدردانی گشتند و حالا از محترم رئیس خواهش می‌کنم که این توپ‌ها را به صاحبانشان سپارم. بخالزاده بابیشاه نرزولا بخشیده به روز جوانان تاجیکستان سرفراز گردانیده می شود. رئیس رحمانزاده. معاون رئیس ناحیه به همین مضمون به فیضوف رحمت الله دیرکتور کتابخانه های ناحیه. همین مضمون افتخارنامه است به عبدالقادریان شادمهر رهبر استیپند گیرندگان جوان کمیته جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان. با غلاموف تقوی مراد مدیر شعبه معارف ناحیه رئیس ناحیه بابیشاه خالزاده. با همین مضمون افتخارنامه به توکلوف احمد شاه به لطیفوف کامل افتخارنامه به همین مضمون به عبدالله مرادبک با همین مضمون افتخارنامه است به زبیرزاده زیدالله. افتخارنامه به ستاروف عبدالوهاب.